بیاد غریبان راه آزادی. از همان روزی که دست حضرت قابیل گشت آلوده به خون حضرت هابیل، از همان روزی که فرزندان آدم زهر تلخ دشمنی در خونشان جوشید، آدمیت مرده بود گرچه آدم زنده بود. از همان روزی که یوسف را برادرها به چاه انداختند، از همان روزی که با شلاق و خون دیوار چین را ساختند، آدمیت مرده بود. بعد دنیا هی پر از آدم شد و این آسیاب گشت و گشت، قرنها از مرگ آدم هم گذشت. ای دریغا آدمیت بر نگشت، قرن ما روزگار مرگ انسانیت است. سینه دنیا ز خوبی ها تهیست، صحبت از آزادگی پاکی مروت ابلهیست. صحبت از موسی و عیسی و محمد نابجاست، قرن موسی چنبه هاست. من که از پژمردن یک شاخ گل، از نگاه ساکت یک کودک بیمار، از فغان یک قناری در قفس، از غم یک مرد در زنجیر حتی قاتلی بردار، اشک در چشمان و بغضم در گلوست، واندرین ایام زهرم در پیاله زهر مارم در سبوست. مرگ او را از کجا باور کنم؟ صحبت از پژمردن یک برگ نیست.